اما من به هر حال کوشش میکنم که مختصر حرف بزنم و هر چه که اینجا حرف میزنم البته که من کسی را مجبور ساختن نمیتونم که با فکر و نظری بنده یا که حرکت سیاسی گروه 24 هماهنگ باشن. نظرها گوناگون است در این مسئله ها. اولا که باید ما ریشه این مسئله را نگاه کنیم که سبب چی شد اوکراین، روسیه، تاجیکستان، ارمنستان و غیره ما همه کشورهای برادر بودیم در زمان شوروی و چی شد که امروز با یکدیگر می جنگیم و چی شد که امروز تقسیم شده است. حتی سابق شوروی ما نتوانستیم که همون برادری که بود اون را نگاه بداریم. البته که این جنگ ابرقدرت ها است، جنگی سرد، این برای همگی معلوم است و در جنگ بین ابرقدرت ها شوروی باخت. در اینجا غرب دست بالا شد، پروپاگانداش یعنی قوی بود، دست بالا شد و شکست شوروی نه تنها از این سببی بود که پروپاگاندای غرب بالا بود، یعنی اینجا آزادی انسان رول بازی میکرد و باید که با زمانه مطابقت میکردیم. شوروی مطابقت نمیکرد، شوروی خیلی قفا مونده بود. خب در این موضوع هم ما دیگر زیاد وقت مصرف نمیکنیم، یعنی چگونه قفا مونده بودیم، چه مشکلات داشتیم و غیره و کذا. در اینجا غرب دست بالا کشید و روسیه یعنی که همون شوروی را از دست داد. روسیه شوروی را از دست داد، در اینجا غرب دست بالا شد در ابتدای سالهای 90. بعد از اونی که در سالهای 2000 در اینجا باز کشورهای در برابر شوروی از دست رفتن، بعضا کشورهای اروپایی که امروزه هستند در پریبالتیکا اینها کلا از زیر روسیه رفتن و در سالهای 2000 باشد بعضا کشورهای عربی و افریقایی همین گونه هم از زیر روسیه رفتن و در این سالها باشد کشورهای سابق شوروی بعضا خودی که نزدیک به روسیه اینها دارن که جدا میشوند. یعنی بازم میگم که سببش در نه تنها پروپاگاندا بردن کدام غرب اروپا دیگر باشد که جنگ سرد بین ابرقدرت ها، بلکه این همون مشکلات داخلی هست. مشکلات داخلی است که دیگرها میخوان فاصله بگیرن و این حق هم دارن. البته این حق هم دارن. در ابتدای سال 91 رفراندوم گذاشته بود برای نگاه داشتن شوروی. 99% یعنی که آواز دادن که باید شوروی باقی بماند. من نمیدونم تا کجا این صمیمی بود یا که ساخته بود. خب از روی اون اطلاعاتی که بود 99% مردم در رفراندوم آواز دادن که باید شوروی باقی بماند. اما در پایان سال اوکراین، ما بیشتر امروز گفتیم اکسنت بالای اوکراین میکنیم، اوکراین 90% زید آواز داد. یعنی خواست از شوروی بیرون بشود. 90%. و از همونجا سرد بین روسیه و بین اوکراین، یعنی که بگیم که یک معامله سرد پیدا شد و بعد از اون باشد در بین سالهای 90 اون زمانی که اوکراین از زیر شوروی بیرون شد استقلالیت به دست آورد، یکی از بزرگترین غنیترین کشورهای اروپایی حساب میشید. بزرگترین و پرقدرتترین در کشورهای اروپایی حساب میشید و همین گونه تندنسی هم بود که باید که خب با نزدیک یعنی معامله همه طرف به کشورهای اروپایی یعنی که نزدیک میکرد. اما این با روسیه معقول نبود. روسیه در سالهای 90 البته خود مشکلات زیاد داشت، نمیتونست این چیزا را کنترل کند. مشکلات های داخلی، خب جنگ ها در قفقاز و غیره، جنگ ها در تاجیکستان و دیگر جاها خیلی براش مشکل بود و در اینجا یکی از سبب های دیگری که سرتر شد بین روسیه و اوکراین این تشکیل دادن سازمان گوام به نام گوام بود که اینیشیاتور این کار بود اوکراین. در اونجا شامل بود گروزیا، اوکراین، آذربایجان، مولداوی، کشورهایی که نمیخواستن که دیگر زیر خب تاثیر روسیه بگذارن، نمیخواستن. اوکراین از اونی که پرقوت بود در ابتدای سالهای 90 و در زمان شوروی هم یک کشوری غنی بود و همین گوام که تشکیل شد اینها خواستن از زیر روسیه بیرون بیان و ساختن این سازمان برای رشد کردن اقتصاد و دموکراسی در منطقه بود.
و البته که سرمایه گذاری میشد از دیگر از طرف غرب اروپا دیگر چیزا و باز هم که در این کار البته حق هم دارن. اما در سال 2000 با آمدن سر قدرت رئیس امروزه روسیه، البته که کارهای خیلی بزرگی را برای روسیه انجام داد، در آمدن خیلی کارهای مفید انجام داد برای روسیه. روسیه واقعا در حالت پراکنده شوی بود، آمد خیلی کارهای خوبی را برای مردم و برای دولت روسیه انجام داد و آهسته آهسته این گوام، یعنی که روسیه که خود که پرقوت شد، بازی های سیاسی خود باز به دست گرفت و اینها را باز ضعیف کردند. در اینجا مثال ازبکستان هم شامل شده بود وقتی که اسلام کریمی زنده بود و در سال 2005 ازبکستان گوام ترک کرد به خاطر که وقتی که در این سازمان شامل می شود کدام کشوری باید رعایت کند، یعنی که در اونجا مردم سالاری باشد یا چیزا باشه. اما کریموف نمیتونست، چون نمیخواست که رئیس جمهور اون ترک کرسی کند و همچنین اندیجان که 2005 سال نفرای زیاد در اونجا به قتل رسانده بود، دیگر مجبور شد که از این بیرون بشود و به هر بهانه‌ای که این دیگر تاثیر خود گم کرده است و همه گونه دیگر کشورها هم پی در پی، یعنی که از گوام بیرون شدن و چون نفرهایی که دیگر نمیخواستن ترک کرسی کنن و در اونجا از مردم سالاری حرف زدن نمیشه. این بود یک سبب ها. سبب های دیگر این بود که در سال 2004 از سال 2004 این جانی میدونیم که اوکراین دیگر میدان ها تشکیل شد. من تقریبا اگر که اشتباه نکنم یا 3 سال پیش بود که در موضوع داشتیم در مسئله های انقلاب حرف زدیم، در اونجا ذکر کردیم و انتقاد هم کردیم از اوکراین که در یک کشور مردم میدان ها آمدن 20 سال است که نمیتونن از میدان بیرون بشن و در دست خود بگیرن. ببینید یک کشوری که در ابتدای سالهای 90 وقتی استقلالیت به دست آورد یکی از پرقدرت ترین در اروپا بود و از اونی که کروپسیا آمد در اون کشور و خیلی ضعیف گردید و در دوام 20 سال نتوانستن که حکومتشون به دست خود بگیرن، مردم به دست خود بگیرن و حتی پارچه‌های زمین به دست. این سبب شد. البته در اینجا بازی های طرف غرب بود، بازی های طرف روسیه بود. یک مثال رئیس جمهور اونها میمودن، پس اینها عوض میکردن، باز اینها می آوردن. همین گونه یعنی که مناقشه های زیاد بود. من یک از سبب ها است، یعنی که سرد شدن. سبب های دیگر این است که شما میدونید که در بحر سیاه، یعنی در سیواستوپل، در اونجا فلوت روسیه قرار دارد و اونها تا سال 2017 چنین سازشنامه داشتن که تا 2017 یعنی که این فلوت در اونجا میموند. این از سال 1997 امضا گذاشته و این فلوت در اونجا تقریبا 100 سال قرار داشت، تقریبا از عصر 18 اونجا بود و اوکراین دیگر نمیخواست که بعد از 2017 همین چیزا تمدید کند. روسیه باشد براش خیلی نگران بود، نمیخواست که اونجا را ترک کند و در اینجا چیکار کردن؟ در سال 2010 وقتی که روسیه یانوکوویچ به سر قدرت آورد در اوکراین، منظورم به سر قدرت آورد و یکم کاری که یانوکوویچ انجام داد به مهلت 40 سال امضا گذاشت که فلوت حربی در اون بحر سیاه در سیواستوپل، خب در کریم، یعنی که باقی میموند برای 40 سال اگر اشتباه نکنم تا سال 2042 باقی میموند، همین قدر یا که برای 20 سال یادم نیست دقیقاً، یعنی به مهلت خیلی زیاد موند. و همون شب و روز من در یک محفل قرار داشتم، همون در تلویزیون نگاه میکردم، همراهی برادران از رشت بودن یادم هست، می نشستیم و گفتن که ببینین الان برای 20 سال من در همون جا یادم هست که سخن کردم، گفتم که قدم بعدی روسیه ضبط کردن کریم است، کریم باید که بگیرد از دست اوکراین. بسیاری ها گفتن که این کار امکان ندارد، اما دیدیم که در سال 2014 یعنی همگی بعد از 4 سال بعد از امضا کردن همگی 4 سال کریم به دست خود آورد و بعضا بازی های خوب سیاسی به دست خود آورد و
عین حال باشد این جنگی که امروز اومد، یعنی این همش سببی همون بازی‌های سر امروز باشد. این چیزی که ناتو میگه، یعنی که اوکراین میخواد که زیر ناتو برود و دیگر چیزها، درست است. چون که گفتم اینا حق هم دارد، اما گروزیا و اوکراین تا امروز به سبب دخالت روسیه نمیتونن که وارد ناتو بشوند. به سبب دخالت ناتو هم هر چیز بهانه میارد که شما بعضا مشکلات ها دارین، چون از روی نظامنامه اونها باید که بعضا مشکلات هایی که امروز گروزیا دارن، مثل با اسیتیا یا که امروز اوکراین با روسیه دارن، به همین خاطر نمیتونن. تا این زمان باشه بهانه‌های دیگر بود بالای اوکراین که شما مشکلی زمین با ونگریا دارین، با پولشا دارین، خب در شما کرنسی هست. این مسئله بوده که با این سبب نمیتونستن که داخلی ناتو بشن. اما همه این دخالت‌های روسیه بود، دخالت‌های روسیه بود. و یکی از سبب‌های دیگر در سال‌های اخیر ناتو چی میگفت؟ میگفت اوکراین میخواهد وارد ناتو بشود و در اینجا سپرواتسیروت کنه روسیه را و جنگ به اندازه ناتو همراه روسیه بجنگد. به همین سبب ناتو یعنی که خودش قدمش قفا میگرفت، اوکراین را قبول نمیکرد. این سبب‌های اساسی بود. درست است که اما اوکراین در اینجا در بازی ابرقدرت ها افتاد. اوکراین در بازی ابرقدرت افتاد. من مشکلی اوکراین و اشتباه اوکراین را در این میدانم که سیاستمداران اون کشور نتوانستن که دست خود بگیرن و در بازی ابرقدرت ها افتادن. یک کشور که پرقدرت بود در ابتدای سالهای 90 و بالاخره آمد فساد زده شد و در دست یعنی که بازی ابرقدرت ها زد. و ببینید روسیه امروز چی میخواهد و اوکراین چی میخواهد. اوکراین میخواهد که از زیر قدرت روسیه بیرون برود، خب در اتحادیه اروپا بماند، داخل ناتو بشود و به اینها حق هم دارد. روسیه چی؟ روسیه میخواهد که اوکراین را کلاً از بحر ایزوله بده، از بحر کلاً، یعنی که اینجا نه تنها لوگانسک، دونتسک و یا که قریب، نه، اینجا میخواهد که خارکوف، ادسا اینها را کلاً زیر دست خود بگیرد و اوکراین را باشد یک نفری مارینت که خود در اونجا بگذارد. وقتی که اگر که این کار انجام شد، از بحر ایزوله رو کرد اوکراین را و نفری خود مارینت که خود گذاشت، مطمئن باشد که بالای اوکراین باز مشکلی های دیگر میاد. در اینجا باز ونگریا طلب زمین های خود میکند، پولشا طلب زمین های خود میکند، با رومانیا فکر میکنم که حل کردن، اما پولشا و ونگریا 100% یعنی که طلب زمین ها میکنن که مشکلی زیاد باز اوکراین را در پیش است. این هست یعنی از سبب ها و بهانه هایی که امروز روسیه هجوم کرد به اوکراین. روسیه چی میگه؟ روسیه میگه که در اونجا خب ناتسیستی است، میگه که در اونجا ما یعنی که همچون میراتوارس داخل میشه. اینو همشون البته بهانه هستن. در مسئله ناتسیستی شما مردم امروز دیگر دنیا به مثل یک دهه شده است، به خبر هستین، میبینین، سفر میکنین، همه چیزها را دین میدونین که چگونه فرق است بین اوکراین و روسیه. ما در همه اینجاها مهاجر داریم، خودمون هم سفرها هم کردیم، دیدیم به چشم سر که اینها بهانه هستند. روسیه فقط میخواهد که قدرت خودش در منطقه نگاه بدارد، نمیخواهد که از دست بدهد. ما در ابتدای سال در گذشته هم گفته بودیم و بنده در ابتدای سال هم اولین صحبتی که داشتیم در مسئله حوادث قزاقستان، اگر که یادتان باشد، گفته بودیم که روسیه از این بعد دیگر خاموش نمیشیند. از این بعد هر جایی را که غرب دخالت میکند، اروپا دخالت میکند، میخواهد که از زیر نفوذ روسیه برود، روسیه هجوم میکند. روسیه میداند که به طور پروپاگاندا دیگر غالب نمیاد، چون مشکلش در چی است؟ مردم داخل ناراض هستند، مردم داخل خسته شدن از یک حزبی، مردم داخل خسته شدن از یک نفر، خب از منارخ، یعنی که اینها خسته شدن. اینها از سبب و روسیه همون متد کهنه را یعنی به دست گرفته، دست آرستین بالا زده است. یعنی که دیگر من وقت در تبلیغات در اینا صرف نمیکنم. هر کسی که اگر که میخواهد این کشورهایی که در اطراف ما است اونها را از زیر دست من، از سایه من بگیرد، من میجنگم. یعنی روسیه با زدن اوکراین یک پیغام داد به تمام
کشورهای سابق شوروی و کشورهایی که در زیر دست روسیه هستند که من شمارم همین گونه میزنم و آشکار در رئیس جمهوری روسیه گفت که هر کسی که دخالت میکنه ما یعنی اوران خواهیم زد. اینا آشکار حرف زد. همین است. در اینجا بعضا نظرها است که میگن که اروپا یا که غرب اوکراین را خب به همون اصطلاح فهموتر کیدت کرد. من در این فکر نیستم. این فکر شخصی من است. نظر من این هست که در اینجا اوکراین واقعا استفاده شد اما اوکراین را خواستن که قربان کنن به طرز این قربانی جامعه جهانی را نشان بدن که روسیه کی است، یعنی روسیه را یک اگریسور نشان بدن. این است و به این موفق شدستن، در این 100% موفق شدستن و پسانتر براهای دیگر یعنی که میتونن که بعد روسیه را خب کاسته بگردونن. روسیه خب دیگر درست است که در چندین سالها در مثال بگیم که عین زمان شاید روسیه دست بالا باشه در زیاد کارها اما پسانتر خیلی ضرر میبیند و شخصا من شک در اون ندارم که روسیه به مثل شوروی هم تقسیم میشود در سالهای آینده و باز میگم این هم سببش هم سیاستی نادرستی سالهای آخری حکومت روسیه است که مردم داخل حتی چون علاقه ناراض هستند و خسته شدن از یک حزبی و از یک نفر. این است سبب. البته در اینجا باز گفتنی ها زیاد هست. من فکر می‌کنم طولانی بعد میشود و یک چند در رفت سوال جواب ها یا که فکر نظرهای مردم باز صحبت کنیم. سلامت باشید. تشکر.